لقامشلوی روژا یکشنبه ریوبریا خسر آ کانتونا جزیره 13 جن و 29 زاروک یین مالبات داعش بون و همولاتی روسیای بون بریان حال رقا هاتبون گرتن با آواکی فرمی هاتن را دستگرن جبو شانده که روسی گوبوی مبسته گهشتو بو قامشلو. شانده روسی جبارگاه حمیمین آروسی لسوریای بربه بالافرگاه قامشلو هاتبو. شانده جیجیگری سروکی کمیته انتقالی در ویا دومایه دکتور زیاد سبسی و او بخواجی نونر سروکی شیشان قادریوف رمضان بود و سردانی ده و هر وها شانده جی جنرال الکسی کیم سروکی ناوندا الهفاتین یا بارگاه حمیمین آروسی سوریای جالی کردی و دکتور عبدالکریم عمر سروکی دسته انتقالی در ویا کانتونا جزیره و هر وها نوری محمود بردف کی یکینی پاراستنا گل یپگه پیشوازی شانده روسی کرن د کنگره چاپمنی ده بالگیا را دستگرن هات امضا کرن شانده روسی پیشیا کنگره چاپمنی ده آنی زمان گو او هاتنا وان جبو قامشلوی نجبو سدمن سیاسینه لسر پرسا گو گفن رژیمی لسر یپگه دکتور زیاد سبسی برسف دا و گوت روسیای و تجاری برژیمی را نبا آلی کار ده ایریشن لدیجی یپگه و قصده و پشتی کنگره چاپمنیه شانده روسی لگل مالباتان هاتن و گوهستن جبو بالا فرگها قامشلوی و جبوی داره بری خودان بارگها حمیمین آروسی لسوریای دکتور عبدالکریم عمر د کنگره چاپمنی ده بالکشان گو بریانا ها ریو بریا خسر 4 جن و 11 زاروک را دستی روسیای کرد هجای گوتنی گو افجارا یکیه برپرسن روسی دوی آستیده سردانا قامشلوی دکن و برنگ کی اشکره کنگره کی چاپمنی تیل دارخستن زانا عمر دنگ امریکا قامشلوی